اگر دختری رو بنابر حالا امروزه ما میگیم بنابر هر چیزی به زندان بندازن، آیا در دین اسلام که من میدونم اینطور نیست ولی این سوالیه که امروز جامعه باش درگیره، آیا این به خاطر اینکه میخوان بکشنه و به خاطر اینکه باکره بهش نره آیا میتونن در زندان به این تعرض کنن؟ و همینطور در هر صورت امروزه این اتفاقات داره میفته و به اسم اسلام داره میفته و همونطوری که میبینید یک عده سیاه دل میان میگن بیایید به نام خدا بکشید مردم رو که جایگاه شما در بهشته. و این یه موردیه که من سوال داشتم و یکی این که در دین اسلام ما میدونیم که خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره و باید اراده کنیم تا خداوند کلام خداوند رو به عینه بشنویم. پس خدا احتیاج به ولایت فقیه نداره. این ولایت فقیه چه بازیه و به نظر من این باید باز بشه و شما خواهش میکنم وظیفه دارید که این رو به گوش حقش برسونید. خیلی ها فریب خوردن، فریب این رو خوردن که ولی فقیه جانشین خدا روی زمینه. خدا جانشین نمیخواد، خداوند نیازی به جانشین نداره. زمانی که به عینه میتونی وقتی صداش کنی صداش رو بشنوی و هدایتش رو به عینه ببینی، پس دیگه نیازی نداره به اینکه ولی داشته باشه. ولی خدا عقل منه، شعور منه. بنابراین اینها رو اینم سوالی بود که باز هم جامعه باز درگیره. من یک دنیا از شما ممنونم، شما رو به خدای متعال میسپارم و امیدوارم که تو راهتون پویا باشید. ممنونم، شبتون بخیر. خواهر عزیزم کمال تشکر را دارم از فرمایشات بسیار زیباتون. واقعا کاش دشمنان اسلام، کاش اونهایی که مغرضانه شبهات علیه اسلام قصد القای شبهات دارن بنا به فرمایش قاسم دورانی می اومدن و اصول و مبانی دین را منصفانه بررسی میکردن، می دیدن که اسلام چه پیام بسیار زیبایی داره. و شما فرمودی بودین که پاسخ به پرسش ها ما در حد توانمون، در حد علممون پاسخگوی تمامی پرسش ها خواهیم بود. ولی اگر بالاخره ما انسان هستیم و عقلمون به نحوی ما ادعای کمال عقل و عقل کل رو نداریم، بالاخره خیلی از پرسش ها رو نمیتونیم پاسخ بدیم، از اونها عذرخواهی خواهیم کرد. بالاخره انسانیم و بشر و اینو به خودمون اجازه میدیم که ما بگیم نمیدونیم. ولی اگر پاسخش بلد بودیم، استدلال عقلی کارشناسان برنامه هم پاسخش بلد بودن، حتما انشاءالله سعی خواهیم کرد پاسخش را منطقی و با استدلال عقلی و نقلی صحیح، روایات صحیح، نه روایات دروغین و نه به قصد نشر خرافات، انشاءالله اون رو برسونیم. جناب آقای دورانی، جانم، نمیدونم صدای بیننده عزیزمون رو از اتریش شنیدین که مطالبی را بعد من فریاد دلخراش این خواهر عزیز رو شنیدم. بله. ولی اگر بنا باشه که من به سوالات خواهر عزیزم در این مطلب امروز مطرح بکنم پاسخ بدم، یقینا از بحثی رو که دو جانب بسیار مهم هستش و قبلا مطرح شده و به عنوان یک شبهه عقب خواهیم موند. ولی بنده طوری که دوستان برادران عزیز لطف کردن، بنده رو هم برای فردا دعوت کردن که مهمان شبکه جهانی نور باشن در بحث دموکراسی در دنیای اسلام. من به این خواهر عزیز قول میدم که فردا در بحث فردا همین وقت به این سوال خواهر عزیز مفصلا پاسخ بده. ولی خواهش ازتون دارم، چون بیننده عزیزمون زحمت کشیدن، هزینه‌های تلفنی صرف کردن، وقتشون گذاشتن، بالاخره در از یک دقیقه اگه شدم لطف فرمایید ممنون میشم. آیا سوال خواهر عزیز این جنایتی که در زندانهای دنیا حاکمان و زورگویان و ستمگران که به نام خدا و قرآن و اهل البیت دارن بر ما حکومت میکنن، این گونه افراد هیچ گونه ولایتی بر ما ندارند و ما در اسلام نه در قرآن و نه در سنت رسول خدا و نه در تاریخ پاک و زیبای ائمه اطهار مسئله‌ای به نام ولی فقیه یا ولی صفی یا ولایت فقها اصلا و اصلا همچین مسئله‌ای در اسلام نیستش و نبوده. و من نیک میدانم با توجه به بررسی اخبار بعضی از گوشه دنیا امروزه متاسفانه در بعضی از زندانهای ظالمان و ستمگرانی که به نام خدا و به نام قرآن و به نام اهل البیت دارن بر ما حکومت میکنن، این گونه جنایت ها، این گونه فجایع و این گونه اعمال وحشیانه نسبت به خواهران و مادران عزیزمان در زندانهایی همانند زندان کهریزک و غیر کهریزک روا میدانند و این جنایتی است که قلب هر انسان، هر آزادی خواه، بگذاریم از اسلام، بگذاریم از قرآن،
بگذاریم از اهل البیت. هر انسانی که ضمیر آگاه، وجدان آگاه، شرافت و غیرت و حیا و ناموسی داشته باشه، همچنین اعمال وحشیانه و ننگینی رو که به اسم خدا و قرآن و اهل البیت دارن بر ملت شریف ما روا می‌دارن محکوم هستند و محکومشون خواهیم کرد. والا اینکه محکومیت این جنایات، این اعمال وحشیانه به قیمت جانمون و به ریختن خونمون هم بیانجامد. متشکرم جناب آقای بفرمایید. این اعمال وحشیانه‌ای که در دنیا به اسم اسلام انجام میشن محکوم هستند و باید ملت عزیز مسلمان در سرتاسر دنیا بیدار باشند و با استقامت و صبر و پایداری و جانفشانی خودشون جلوی این وحشیان درنده، این گرگان، این انسانهای گرگ صفت رو بگیرن و الا اینا به وحشت و وحشیگری و جنایت و قتل و غارت و استبداد و طغیان خودشون ادامه خواهند داد. بله جناب دورانی، البته من یک سوال کوتاه دارم برای اینکه همینطوری خودتون فرمودید موضوع برنامه زیاد خارج نشیم. این که بالاخره در دین بعضی مسائلی که عوام الناس و عموم مردم بعضی از مسائل نمیفهمن و نیازی به شخصی دارن که ولی فقیه باشه، حالا عذر میخوام از ولی فقیه، شخصی باشه که بتونه فقه را به مردم برسونه و اون استنباط و استدلال خودش رو از قرآن و سنت رسول خدا رو به مردم برسونه. آیا این هم به نظر شما اشکال داره؟ جناب آقای هاشمی، ما دو مطلب داریم. یکی این که در اسلام دو مطلب داریم، یعنی دو مطلب عموما اینجا مطرح هستند. یکی این که بیان یک مشت، یک عده در یک لباس خاص انسانها رو مجبور بکنن که مقلد اونها بشن و جان و مال اونها رو به هدر بطلبند و خود را نایبان خدا، همچنین که من اینو شنیده بودم از یک خطبای جمعه که فرموده بودند ولی فقیه در روی زمین نماینده امام زمان و مخالفت با امر ولی فقیه، مخالفت از امر امام زمان، مخالفت امر امام زمان، مخالفت امر خدا، مخالفت رسول و مخالفت از رسول، مخالفت از خدا که هیچ دلیل و مستند شرعی نداریم. و یک مطلبی دیگه از سوال کردن از اهل العلم، فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر مطلبی رو راجع به دین، راجع به امور دنیا، راجع به سیاست، راجع به اقتصاد، راجع به هر مطلبی که باشه من اطلاع آگاهی ندارم، باید برم از اهل فن بپرسم، نه اینکه تقلید کنم. اگر قلبم آرام گرفت به فتوای اون، به گفته اون عمل میکنم، الا میرم از دانشمند و عالم دیگر میپرسم. ولی من معتقد هستم اگر خواهران و برادران عزیز ما حداقل از عمر شریف خودشون رو 24 ساعته خودشون رو اینو بارها و بارها در منابر مختلف عرض کردم و اینجا هم عرض میکنم، اگر به مدت ربع ساعت هر روزی فقط 15 تا 20 دقیقه از عمر مبارک خودشون رو به مطالعه دین صرف بکنن، من یقین میدونم در ظرف کمتر از یک سال از هر حجت الاسلام و روحانی و آیت الله و ثقت الاسلامی چی عالمتر و دانشمندتر در امور دینشون میشن. ما این طبقه بندی رو در اسلام نداریم. قرآن میگه لا رهبانیت فی الاسلام. این نمیدونه شیخ اون مولای اون حجت الاسلام که به اسم دین هر جنایتی رو بر ما روا میره، همچین طبقه بندی در اسلام نیست. متشکرم جناب آقای دورانی. از مسیحیت وارد اسلام شدن فقط و فقط به خاطر خالی کردن جیب ما به اسم خمس. ما رو انسانها رو همانند غنایم جنگی میشمارن، زیرا خمس فقط و فقط در جنگ متشکرم جناب آقای دورانی برای اینکه متشکرم از بیانتون، برای اینکه همونطوری خودتون فرمودید از موضوع برنامه خارج نشیم. بیننده عزیزی هم پشت خط صداشون بشیم.